بحث میکردیم درباره ادبیات دنیا یا حوادث، ناگهان بحث شطرنج شد و ایشون اشاره کرد که آقای نبیکوف نویسنده کتاب لولیتا یک کتاب نوشته درباره شطرنج، یک رمان. بلافاصله من در پی اون رفتم. لوژین دیفنس، چگونه یک پسر نابغه شطرنجباز آرزو میکنه بزرگترین شطرنجباز دنیا بشه، استادان بزرگ رو شکست بده، اما در 14 سالگی علیرغم همه وجود بودنش یک بازی رو به یک استاد بزرگ ایتالیایی میبازه. بعد تصمیم میگیره تمام تلاش رو به کار بگیره چنان حرکت دفاعی رو برای خودش اختراع کنه یا کشف کنه که دیگر به هیچ کس نبازه. و ژولین عزیز سالها تلاش میکنه و یک روز معتقد میشه که من آخرین حرکت رو پیدا کردم و خودش از طبقه سوم میندازه و میکشه، خودکشی میکنه با این باور که دیگر به هیچ کس نمیبازه. واقعیت امر برای همه جوانان و آیندگان ایران و همه جوانان دیگری که خواهند آمد، شطرنج زندگی بازیست بی پایان، باید بازی کرد. شطرنج زندگی واقعیت‌های دیگری داره اما باید بازی کرد. در شطرنج زندگی بازی و باخت با مرگ توأم نیست، چرا که شما گاهی، من همیشه گفتم، بودن و نبودن مهم نیست. بعضیا هستند اما اصلا نیستند، بعضیا نیستند اما همیشه هستند. واقعیت بازی شطرنج زندگی همینه.